بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خسته نباشید خدمت همه ورزشکاران محترم. دوستان عزیز، توکل به خدا امسال باشگاه پهلوانان و تیم پهلوانان درخشش فوق‌العاده زیبایی داشت. تا الان ما در مسابقات کشوری و انتخابی مسابقات جهانی پاور لیفتینگ و تکلیفت تونستیم کاپ کشوری رو یعنی نایب قهرمان کشور بشیم و 15 تا شرکت کننده شرکت کرده بودیم و خدا رو شکر که این 15 تا از اول تا سوم روی سکو بودن. بعدیش مسابقات جنوب غرب تهران رو داشتیم که توکل به خدا اونجا هم با 13 تا شرکت کننده بودیم که اونجا هم کاپ نایب قهرمانی رو گرفتیم و تیممون نایب قهرمان جنوب غرب شدن. و خدمت رو عرض کنم که بچه‌ها الان ما تا پایان سال 3 تا مسابقه فوق‌العاده عالی داریم و بچه‌ها علاقه شدیدی و انگیزه خوبی دارن برای مسابقات. اگر خدا بخواد که به امید خدا از شنبه دوستان شروع میکنیم به تمرین سنگین پاور لیفتینگ و ورزش‌های قدرتی. البته تیم خیلی سرحال و با انگیزه پر آماده شدم و یه سورپرایز خوبی هم براتون دارم. بنده برای تکرار 5مین قهرمانی جهانم توکل به خدا از شنبه استارت ما میزنم. خب دوستان عزیز، مسابقه بعدیمونم که مسابقات پاور لیفتینگ و حرکت تکلیفت و حرکت تک‌پرس هم هست. این مسابقه در کشور پرتغال برگزار میشه که برای اواخر برج 12 میشه، یعنی تقریبا وسطای برج 12. خب خدمتتون عرض کنم که بچه‌ها تیم ما با 10 نفر برای جهانی آمادگیشون رو اعلام میکنیم و توکل به خدا از شنبه تمرینات تقریبا 60-70% آمادن و میریم برای تمرینات 100% و این مسابقه بچه‌ها خدا هم 100% وای میستن. یه مسابقه دیگه هم داریم عزیزان. این مسابقه کشوری، مسابقات کشوری پاور لیفتینگ و تکلیفته. احتمالاً هم تو تهران برگزار میشه و این مسابقه رو ما واقعاً احتیاج به کاپ اولیش داریم و با انگیزه‌ای که بچه‌ها دارن و زحمت‌هایی که روشون کشیدیم انشالله یه مژده خوبی امسال بخوام بهتون بدم که من اول خدا بعد با کمک دوستان عزیزمون این کاپ پایان امسال کاپ و مدال کشوری امسال رو 100% باشگاه پهلوانان و تیم پهلوان 100% بچه‌ها قول میدم که بگیریم. و عزیزانی که دوست دارن و تمایل به این دارن که میتونن عضو تیم پهلوانان باشن و باشون کار میکنیم. حالا هرچی در توانمون باشه، اگه ایراده داره ایراداشون رو میگیریم. حالا در سطح قهرمانی هستن یا قبلا قهرمان بودن، باز کارهایی که عیب ایرادایی که داره در خدمتشون هستیم. تیم پهلوانان و باشگاه پهلوانان در غرب تهران جایگاه برای همه ورزشکاران عزیزه. بنده کوچیک شما هستم. همیشه بچه‌ها قهرمانی رو از قهرمان جهان میخوایم. درود بر شما.